سومایه آسیه، علیه و احمد جان والدان چارگانیک ها قصد دارند فرزندانشان را چنین نامگذاری کنند. این طفلکان هفته قبل در بیمارخانه استقلال به دنیا آمدند و همکنون آنها را از اینجا به خانه گسیل میکنند. قناعتچی خدایورف پدر چارگانیک ها از تولید فرزندانش خیلی خوشحال است. او هیچ امید نداشت که همسرش چارگانیک به دنیا میآورد. طفل ها سالم و بردم به دنیا آمدند و هر کدام بیش از 2 کیلوگرم وزن دارد. حالا تمام خویش و تبار برای دیدن این طفلک ها به خانه قناعتچی آمدند. عائله خدایورف ها اجاره نشینند. برای این یک حجرگاه خانواده اجاره پولی گران می سپارد. پدر چارگانیک ها قبل از تولید کودکان در ساختمان کار میکرد، اما یک هفته است که بیکار است و نگرانی از آن دارد که اکنون با بزرگ شدن طفل ها مشکلشان می افزاید. کاری که هم اجاره و هم خراجات خانه و احتیاجات کودکان را پوشاند یافتن مشکل است. آخه اجاره پولی خودش از 4000 سامانی همین کوارتیر را میشینیم. همین ماه همین ماه تمام میشه و باید کوارتیر نو بخوام بگیرم. با شرایطی که مقصد برای کودکان معاش ما اگر حساب کنیم با شیر کودکان را نمیرسه. گلزیره میرزابکова مادر چارگانیک ها را هم همین فکر به تشویش آورده است. او میگوید بسیار خوب میشد اگر حداقل در پایتخت برایشان یک منزل یک حجرگی جدا میکردند. این کار خیر مشکلی آنها را چند مراتب آسان میکرد. سلامتی کودکانم شکر خدا ساز است. در 4 روز کودکانم رو دیدم. مشکلی اساسی ما اجاره نشین می باشیم. کودکان مایده در قشلاق نگاه بین کردن کمتر دشوار. ما در اینجا از 5 ماه هست که در همین شهر اجاره نشین می باشیم. چارگانیک ها اولین فرزندان این عائله جوان می باشد. در تاجیکستان تولید چارگانیک و زیاده از آن کم نظیر است. عادتا حکومت کشور در چند سال اخیر برای والدانی که چارگانیک یا بیشتر از این طفل به دنیا می آورند خانه استقامتی یا کمک های پولی کرده است. امام علی سعیدزاد، ازیا پلوس.